بسم الله الرحمن الرحیم. محمد اوروزگانی هستم، متولد سال 1352 افغانستان، ولایت دایکنډي. تقریبا سالها نزدیک 25 سال است که کار گچکاری انجام میدم به صورت حرفه‌ای، اما حدود 10 سال دیگه هم هست که به اضافه کار گچکاری در کارهای داخلی ساختمون مثل کاشی، سنگ، قیرگونی، سیمان، اینها هم چون بیشتر زمستون ها هوا سرد هست کار گچکاری نمیشه و بیشتر نزدیک به عید کار بازسازی هست، اومدم تو بخش بازسازی. 10 سالی هم هست که اینها را هم رفتم یاد گرفتم و انجام میدم. حدود شاید بشه گفت که 50 تا 60% به اصطلاح شیعیان به اصطلاح از امام تقلید میکردن، یعنی مجتهدشون بودن اینها. و وقتی که امام هم فرمود که خب اسلام مرز نداره ما میپذیریم، خب طبیعتا مردم از این استقبال کردن، خب طبیعتا مجتهدشون بود. اما خب یک مسئله است که هرچی جلوتر اومدیم از اون فضا متاسفانه فاصله گرفتیم اینها. بعد از جنگ که دوران بازسازی ایران رو در نظر بگیرید، ما بسیار نقش عمده داشتیم. شما همین کلان شهر تهران رو در نظر بگیرید، خیلی از جاها مناطق 22 گانه‌شون آب به اون صورت نداشت، گاز نداشت، تلفن نداشت، به اصطلاح فاضلاب شهری نداشت، مخابرات نبود. همه اینها رو خلاصه چی 60-70% رو به اصطلاح همشهریای ما در اون سهیم بوده. در همین متروی که الان اینقدر راحت سفر میشه، چیز حدود 40% نیروی کار به اصطلاح سادهشون رو همشهریای من انجام داده. خب تو بخش کشاورزی همینطور، حتی زمان جنگ هم، زمان من یادم است که سال 62 وقتی که آمدیم، خب همه جوانها همه امکانات درگیر جنگ بود. ما طبیعتا پشت جبهه به حساب کار خدماتی رو انجام میدادیم. ما نگذاشتیم کشاورزی ایران به اصطلاح خشک بشه، ما نگذاشتیم کارخونه ها، کوره پسخونه ها به اصطلاح تعطیل بشه. من یادم اون زمان کلاس پنجم بودیم، پدرم یه شب آمد گفت فردا جمعه هست، بچه‌ها بیا بریم خونه مشتلی، زمینشو می‌خوایم بریم گندماشو درو کنیم. گفتم خب به ما چی ربطی داره؟ گفت آره بچه‌هاش رفتن جبهه، اگر ما کمکش نکنیم امکان داره به اصطلاح چی گندماش خشک بشه. خب گفتم من که نمیتونم داست بگیرم، تو گفت فقط میتونی آب بیاری و چایی درست کنی. مخصوصا امسال اکثریت دانشجوهایی که از افغانستان آمده، خیلی شاعرای درجه یکی که ما در کابل میشناختم الان وارد تهران شده. تنها گزینه‌ای که دارن برای اینکه بتونن امرار معاش کنن نام در بیارن همین کار ساختمانی بود. و چیزی که برام جالبه اینه که محمد اوروزگانی جزو آدمای با پشتکار دور بر ماست. مثلا آدمی که روزها کارشان می‌بینید بعد قدر کار سخت انجام میده و شبان خط می‌نویسه. من شاید خودم که خسته میشم میرم شاید در حد یک متن بخونم یا یک صفحه ادبی یک شعر بخونم، واقعا در همین حد دیگه نوعی کار دیگه ایران نداره. طبیعتا خب تقریبا کارگری من و خوشنویسی با 1-2 سال به اصطلاح تفاوت زمانی با هم شروع شد. یعنی من وقتی که مدرسه رو ترک کردم، چون در اون سالها امکان کنکور برای ما فراهم نبود، من اومدم تو کار بنایی، کار گچکاری رو انتخاب کردم و از اون زمان تا کنون هر دو کار رو در کنار هم پیش بردم. با وجودی که خب من این هنر رو خب در ایران از اساتید ایرانی فرا گرفتم و خیلی از هنرمندان هموطن من که در رشته‌های دیگر هم فعالیت میکنن، خب در یک جایگاه قابل قبول رسیدیم که خب حتی میتونیم اگر شرایط فراهم باشه این هنر رو من هم به هموطنان خودم هم به دوستان ایرانی آموزش بدم. واقعا دوست داریم که یک مقدار این شرایط نامساعدی که برای ما هستش مساعد بشه، قوانین یک مقدار
تغییر بکنه، چون واقعا ما از نظر مشترکات فرهنگی و هنری هیچ تفاوتی با همدیگر نداریم. من هنرمند نباید دغدغه این داشته باشم که فلان شهرستان میرم آیا این شهرستان ممنوعه است، من دنبال کار اداریش بگردم، نامه تردد بگیرم. اینها خب این بخش زمانبر و خیلی از نظر فکری خب فشار به ما میاره. من هنرمند باید بشونم واقعا کار هنری ما انجام بدم. شرایط افغانستان متاسفانه خب در یک شرایط بسیار بدی قرار داریم که واقعا احساس میکنیم در این برهه تاریخی زبان و ادبیات فارسی در معرض خطر هستش. ما واقعا به جد از دوستان ایرانی تقاضا میکنیم که توجه ویژه‌ای به هنرمندان، شاعرها و نویسنده ها که الان به خاطر شرایط بد اونجا آمدن ساکن اینجا شدن یک دید مهربانه تری داشته باشه و احساس کنه که این شاعر نه افغانستانی که این شاعر ایرانی هست.